طرف‌های مذاکره مستقیم چه کسانی هستند؟ شما هستید؟ طرف‌ها ما مذاکره تقریبا اطلاعی که ما داریم آقای بیتکاف به اصطلاح میان برای این مذاکرات و از طرف ایران هم بنده هست. در حال حاضر ترجیح ما غیر مستقیم هست. قراری برای تبدیلش به مستقیم نداریم چون مستقیم رو مفید نمیدونیم برای اهداف مذاکره. و اگر که طرف مقابل اراده واقعی داشته باشه از نظر ما توافق قابل حصول است. بنابراین طبق اون عبارت معروفی که وجود داره توپ در زمین آمریکاست. اگر با اراده واقعی به عمان بیان حتما به نتیجه میرسه. پیش شرطی که اعمال نشده برای مذاکره. هیچ پیش شرطی از نظر ما پذیرفتنی نیست و وجود هم نداره. طرف‌های مذاکره مستقیم چه کسانی هستند؟ شما هستید؟ طرف‌ها ما مذاکره تقریبا اطلاعی که ما داریم آقای بیتکاف به اصطلاح میان برای این مذاکرات و از طرف ایران هم بنده هست. متشکرم.